نحوه نصب OpenWRT روی روتر گوگل. اگر شما هم یه روتر خام دارین که میخواین OpenWRT برای فیلتر شکن ویتوره یا امکانات دیگه داشته باشین، این ویدیو رو حتما ببینید. به یه روتر گوگل نیاز داریم و یک هاب تایپ C، یعنی هاب USB که تایپ C فقط داشته باشه. حالا نیازی نیست حتما روی پورتاش تایپ C باشه، ولی خروجی تایپ C رو حتما یا ورودی تایپ C رو حتما داشته باشه. یه آداپتور شارژر نیاز داریم که بتونید بهش وصل کنید و یه فلش USB 3 4 گیگ به بالا. USB 3 باشه بهتره، با USB 2 هم میتونید کارتون انجام بدین. لینک برنامه ها رو توی توضیحات براتون نوشتم و اونجا هر کدوم خواستید میتونید دانلود کنید، ولی سایتی رو که براتون گذاشتم از اونجا میتونید دانلود کنید، چون ممکنه زمانی که شما این ویدیو رو میبینید یک نسخه جدیدتر براتون اومده باشه و اون نسخه بروزتر باشه. و یه افزونه نیاز داریم برای نصب روی کروم که بتونیم فایلامون رو روی فلش بزنیم یا رو اون ضبط کنیم، روی فلش ضبط کنیم. این افزونه رو بعد نصب کنیم. افزونه رو که نصب کردیم اون رو اجرا میکنیم. بعد از افزونه رو که اجرا کردیم باید اون فایلی رو که داشتیم رو روی فلش بزنیم. فایلمون رو انتخاب میکنیم، یه فایل فریمویر هست و اون رو روی فلش ضبط میکنیم یا رایت میکنیم. توجه داشته باشین کلاً بعد اینترنتتون وصل باشه وگرنه خطا میزنه. حتما اینترنتتون وصل باشه و اگر میبینید مشکلی هست با DNS یا فیلتر شکن امتحان کنید که با مشکل بر نخورید. بعد از کپی شدن فایل ها روی فلش میریم که برقمون رو وصل کنیم به هاب USB که یه سرش تایپ C داره و تایپ C رو میتونیم به روتر وصل کنیم. قبل از وصل کردن به روتر دکمه رو نگه میداریم و کابل تایپ C مون رو وصل میکنیم به روتر. حدود 16 ثانیه دکمه رو بعد نگه داریم تا چراغ روی روتر نارنجی بشه. بعد از 16 ثانیه دیگه میتونیم دکمه رو رها کنیم و حالا وقت اینه که فلش رو وصل کنیم به هاب USB. حدود 5 الی 6 دقیقه طول میکشه که فایلا روی روتر نصب بشه. پس باید صبر کنیم تا چراغ روی روتر آبی بشه. بعد از اینکه تموم شد میبینید که اسم روتر رو براتون نشون میده. توجه داشته باشین که اگر فلشتون مشکل داشته باشه این مرحله ممکنه اجرا نشه و حتما با فلش های دیگه هم امتحان کنید. خب بریم برای فایل دوم. فایل دوم هم به همین صورت رایت میزنیم، یعنی با همون افزونه‌ای که روی کروم بود اون رو رایت میزنیم و روی فلش میریزیم. یکم ممکنه نسبت به فلشتون و سیستمتون کارها کند یا سریعتر پیش برن، پس صبر کنید. خب در پشت روتر رو باز میکنیم، چون یه دکمه ما هست بهش نیاز داریم و اون دکمه اسمش SW7 هست. حواستون باشه موقع باز کردن روتر به روتر صدمه نزنید، چون که ظاهر دستگاه خیلی مهمه و میتونید حالا از یه
تیغ خیلی باریکتر که به راحتی بین درزهای روتر بره این کار رو انجام بدین. بعد از باز کردن درب پشتی همینجور که میبینید یک دکمه خیلی ریز روی خود دستگاه هست. این دکمه رو بعدش بهش نیاز داریم که حالا اسم این دکمه SW7 هست. خب فلش رو به هاب وصل میکنیم قبل از وصل کردن به دستگاه و دکمه پشت روتر رو نگه میداریم و کابل تایپ C رو وصل میکنیم. میبینید که دستگاه روشن شد. وقتی دکمه نارنجی شد، روتر نارنجی شد، دکمه رو رها میکنیم و حدوداً بعد از 3 ثانیه به بعد میتونیم دکمه SW7 رو بزنیم. یک بار این کار رو انجام بدیم. میبینید که چراغ دستگاه بنفش شد. وقتی چراغ بنفش شد یک بار دیگه دکمه SW7 رو میزنیم. سرعت رو بالا بردیم. همجور ثبت میکنیم که یک بار دیگه دستگاه بالا بیاد. ممکنه خیلی طول بکشه. بعد از این که گذشت کابل شبکه رو وصل میکنیم. کنار تایپ C سمت راست تایپ C میشه کابل شبکه. خب IP روتر رو وارد میکنیم که همون 192.168.1.1 هست. خب نیاز داریم که برنامه وینسپی رو نصب کنید. این برنامه رو لینکش رو توی توضیحات براتون گذاشتم. پس از نصب برنامه IP روتر رو میزنیم 192.168.1.1 و یوزرنیم رو روت قرار میدیم و فایل پروتکل رو SCP و لوگین رو میزنیم و اکسپت رو میزنیم که وارد بشه. یه بک میزنیم و پوشه TMP رو انتخاب میکنیم و واردش میشیم. یه فایل اول داشتیم، اون فایل اول رو الان میگیریم با موس و درگ میکنیم توی پوشه که کپی بشه و اوکی رو میزنیم و ثبت میکنیم که فایل روی روتر کپی بشه. بعد از کپی شدن فایل برنامه رو میبندیم. فقط مطمئن بشین که فایل کپی شده. حالا برنامه پوتی رو دانلود کنید. برنامه پوتی هم داخل توضیحات لینکش رو براتون گذاشتم و با 192.168.1.1 وارد بشین و یوزرنیم روت رو بزنید. 2 تا متن هست که این 2 تا متن رو براتون توی توضیحات نوشتم و اونا رو میتونید کپی کنید و با کلیک سمت راست پیست کنید داخل برنامه پوتی. متن دوم رو در نظر داشته باشید که باید حتما اسم اون فایلی که داشتیم باشه. پس من متن رو براتون درست میذارم. حالا داخل ویدیو رو چک کنید. حتما متن و فایل باید یکی باشن اسمشون. این اوکی میکنیم. بعد برنامه رو میبندین یا
دستور ریبوت رو میزنید. خب روتر شما دیگه تنظیماتش انجام شده و کار خاصی نیاز نیست انجام بدین. کابل رو جدا میکنین و هاب یو اس بی رو جدا میکنین و درپوش رو میبندین تا یک بار دیگه روتر روشن بشه و ببینید که تنظیمات انجام شده یا نه، که قطعا انجام شده. برای ورود به تنظیمات همون آی پی روتر رو وارد میکنیم و با روت وارد میشیم و نیاز به رمز نداره. همینجور که میبینید دیگه شما میتونید پسوال رو روش نصب کنید یا هر افزونه دیگه خواستین روی روترتون نصب کنید. امیدوارم که این آموزش به کارتون اومده باشه. سابسکرایب و لایک فراموش نشه.